دوستان ایران به این قدرت دفاعی میبالند و دشمنان ایران از این قدرت دفاعی میهراسند. خیلی برای یک ملت، برای یک کشور مهمه و مهم این است که یک روز زورگویانی در دنیا بودن، قلدرهایی بودند و هستن الان هم که ما نیاز داشتیم به توان دفاعی، حاضر بودیم پولش هم چند برابر دو برابر بدیم، میگفتن نمیفروشیم، صریح اجازه نمیدادن افرادی که مایل به فروش هم هستند بفروشن، میگفتن نمیفروشیم به ایران. امروز همون زورگویان به ایران میگن نفروشید.